بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ومعرفة نبيه، و مراد از همان علم شناختن پیغامبر اوست محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الشارح الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: ومن ذلك أن تعرف نبيك، ومن ذلك أن تعرف نبيك. و از جمله یعنی از جمله همون علم یکم اگر شناختنی پروردگارت باشد، دویم شناختنی پیغمبرت است. و هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي المكي ثم المدني عليه الصلاة والسلام. و مراد از آن پیغمبری تو محمد پسری عبدالله پسری عبدالمطلب هاشمی قریشی مکی، یعنی در مکه تولد شدگی، ثم المدنی و باقی عمر خود را در مدینه گذرانیدگی علیه الصلاة والسلام. طوری که در اصلی سیوم گذشته بینه در متن. فتعرف انه نبیک، بس باید تو بشناسی پیغمبر بودنی وی را، یعنی باید بشناسی که وی کی است، وی پیغمبری تو است. و ان الله ارسله الیک بدین الحق لیعلمک، يعلمك ويرشدك. وأن الله أرسله، و تو باید بشناسی و بدانی که الله سبحانه و تعالی وی را فرستانیده است به سوی تو بدین الحق، با دین حق، یعنی الله سبحانه و تعالی وی را با همراهی یک دین حق به سوی تو فرستانیده است. خیلی که الله تعالی در سوره توبه می‌فرماید: هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. الله ذات است که فرستانید پیغمبری خود را با هدایت و با دین حق. یعلمک، و الله سبحانه و تعالی فرستانید است که تو را تعلیم می‌دهد. یعلمک و یرشدک، و تو را راهنمایی می‌کند. ارشد یرشدو، اینم گذاشتیم در سیوم رساله اعلم ارشدک الله گفتیم گفت. و یرشدک، او به تو ارشاد می‌فرماید، راهنمایی می‌کند. فتؤمن بانه رسول الله حقا، تو ایمان می‌آوری که وی رسولی بر حق الله است، رسولی حقانی الله است. وأن الله أرسله للعالمين جميعا من الجن والإنس، و ایمان می‌آوری که الله سبحانه و تعالی وی را برای تمام جهانیان، خواه جن باشن و خواه انس، پیغمبر کرده فرستانیده است. خیلی که الله تعالی می‌فرماید: قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، بگو ای مردم هر آینه من رسولی الله هستم به سوی جمیع شما. و ان الواجب اتباعه، و واجب آن است که پیروی از او بکنی. و السیر علی منهاجه، و واجب آن است که تو بر راه نشانداد او سیر بکنی، یعنی که راه بروی.
وسيأتي تفصيل هذا في الأصل الثالث من أصول الثلاثة. و تفصیل این یعنی به طریق کشاد و روشن در این مسئله زود خواهد آمد. در کجا؟ فی الاصل الثالث، در اصل سیوم از سه اصل. یعنی درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم در چندم اصل شما به طریق پر میگذارید؟ در سیوم اصل. قوله و معرفة دین الاسلام بالادله الثانية العمل به الى آخره. گفت و شناختن دین اسلام است با دلیل ها. دیدید بعد از علم دویم چی می شود؟ العمل به، به همون علم عمل کردن است. مفهوم؟ شارح می فرماید ای یعنی ان تعمل بهذا الدين من صلاة وصوم وجهاد وحج وإيمان وتقوى. یعنی به این دین عمل میکنی. این دین از چی عبارت میباشد؟ از نماز، روزه، جهاد، حج، ایمان، تقوا، همینها از دینند. فتعمل بالاسلام، به اسلام عمل میکنی. لانک مخلوق له، زیرا اینکه تو را به خاطر همون اسلام آفریده شده است. و مخلوق لعبادت الله، و زیرا اینکه تو را به خاطر عبادت الله آفریده شده است. فعلیک ان تعلم و تعمل به، بس به تو واجب است اول علم بگیری و تعمل به، و طبق اون علم گرفتگیت عمل بکنی. فتعبد الله وحده، الله را یگانه عبادت میکنیم. و تقیم الصلاة، نماز را برپای میداریم. و تؤدی الزکاه، زکات را ادا میکنیم. و تصوم رمضان، ماه رمضان روزش میداریم. و تحج البیت، یا که تحج البیت، خانه را زیارت میکنی، خانه الله را. و تؤمن بالله، به الله ایمان میآوری. و ملائکته، به فرشتگانش. و رسوله، به پیغمبرانش. و کتبه، و بر کتابهایش. و بالیوم الاخر، و بر روز آخر. و بالقدر خیره و شره، و تقدیر نیکو و بدیش. و تأمر بالمعروف و تنهى عن المنکر، با کارهای پسندیده دیگران را امر می‌فرمایی و از کارهای ناجویه دیگران را منع می‌کنیم. و تبر والدیک، به پدر و مادرت بر نکویی می‌کنی. و تصل الارحام، با خویشاوندانت رفت و آمد می‌کنی. الی غیر ذلك، و غیر از این. فتعمل بما امرك الله به و تنتهي عما نهاك الله عنه. خلاص عمل میکنی به همون چیزی که الله تو را امر کرده است و خودداری میکنی از تمام چیزهایی که الله تو را از اون منع کرده باشد. و تترك المعاصی التي انت منهی عنها، معصیت ها را ترک میکنی، گناه ها را ترک میکنی، اون گناه هایی را که تو را منع کرده شده است، بازداشته شده است از اون گناه ها. و تفعل الواجبات التي انت مأمور بها، واجب ها را عمل میکنی. واجب ها را چیکار میکنی؟ عمل میکنی. التي، اون واجباتی که انت مأمور بها، تو مأمور هستی، تو را امر کردم به انجام دادن آنها. الثالثه الدعوة الیه، سیوم از 4 مسئله دعوت به سوی آن کردن است. سیوم چی بود است؟ دعوت کردن. یعنی علم گرفتی، عمل کردی، اینه برای خودت خزینه نمی کنی، از این خیر دیگرها را هم چیکار میکنی؟ بهره‌مند میکنی. همین خیلی است. از این خیر باید که برای دیگرها هم، یعنی که تو کاری کنی که فایدهش چقدر که در تو رسیده است به دیگران هم رسد. نگاه کن.
شارح میفرماید تحت این ان تدعو الى هذا الدین، یعنی دیگرها را به این دین فرا میخوانی، دعوت میکنی. فتنصح الناس بان یستقیموا علیه، مردم نصیحت میکنی که در این دین استقامت بکنن، حیات خودشونه در اساس این دین گذرانند، نفسشانه در درون این دین گذرانند. فهمیده؟ و ترشدهم، اونها را راهنمایی میکنی، بسیار مردم بیرهن. و تأمرهم بالمعروف و تنهاهم عن المنکر، مردم را امر به کارهای پسندیده میکنی و از کارهای ناپسندیده منعشون میکنی. اینم با اسلوب، با آداب و با حکمت و با شرطی که توانی. پیش از اون که تو یک کس امر به کارهای پسندیده میکنی، اول کاری پسندیده چی است خودت باید شناس باشی. و پیش از اون که یک کس از کاری ناجویه منع میکنه، اول باید خودت شناس باشی که کاری ناپسندیده، کاری ناجویه چیه. نشود که مثال گیریم جاهلانه چیکار کنی، یک کس از کاری پسندیده منع کنی و امر به کاری ناجویه کنی. اما خیلی از بیسوادی شدنش ممکن این. هذه هي الدعوة الى دين الاسلام، انا همین است دعوت به سوی دین اسلام. دعوت به سوی دین اسلام به همین میشه. فعلى كل مسلم ان يدعو الى الله حسب طاقته و علمه، به هر فرد مسلمان واجب است که به سوی الله دعوت بکند موافق به طاقت و توانایی و علمش. یعنی چقدر که علمت میگیرد. وقتی که از علمت بیرین تو را سوال دادن جواب نمیدی. و مردم ما ملای ما بیشتر از چند تمامی سوالی که به او داده می شود باید جواب ده. من به قریبه در این سفر من تاجیکستان اندر در مسجد بودم، یک امام مشهور یعنی که نمش قاریچه، تمام یک جمعه امر معروفش فقط درباره سوال ها را جواب دادن. برادران نقد کردن گفتن که یگون کس سوال دادگی نیست، یگون کس سوال نمیدهد، خودش سوال ها را تشکیل میکند، خودش سوال ها را می نویسد به نام خودش. داملای عزیز، قاری، بلبل قرآن، عاشق قرآن، ما از شما احترامانه طلب میکنیم که همین سوال ما با جواب ده. همش خودش تشکیل میده. ما میگوید خواهرای مسلمه، یک گروه خواهران مسلمه از شوهراشون که روسیه رفتن شکایت کرده، چنین گفتن سوال داده شده. همش از نام خودش تشکیل کرده. جاهل از نعوذ بالله شکست دین اسلام از پشت چنین جاهلا میشد که خودشان گمراهن و مردم گمراه میکنن. با از وی هم عجیبتر اون احمقایی که چنین این احمقا رو گوش میکنن میشنن. با از وی بدتر اون انسانهایی هستند که خود را به مدینت میحسابونه، یعنی که چنین احمقا رو گوش کرده میشنن. فهمید؟ فكل واحد رجل او امرأة عليه قسط من هذا الواجب من التبلیغ والدعوة والارشاد والنصيحة. بس به هر کس واجب است، خواه مرد باشد خواه زن، علیه گفته شده است که به او واجب است چی؟ حصه گذاری کردن، نصیب دار شدن از این واجب. یعنی واجبی چی؟ واجبی دعوت، یعنی دعوت کردن واجبه. هر یک انسان باید که نصیب گیرد از این واجب. از چیکار کردن؟ از تبلیغ کردن. و تبلیغ اون جماعی تبلیغ نمیگو، جماعی گمراه، یعنی به سمع مردم رسونیدن و دعوت کردن و راهنمایی کردن و اونها را نصیحت کردن. و یا چی تبلیغا بیسوادن،
بیسواد یک بیان اصلا هیچ که خیلی بیسواد نیست. و ان یدعو الى توحید الله، هر یک فرد مؤمن و مؤمنه باید که به توحید الله یکم دعوت بکند، و الى الصلاة و به نماز و المحافظه علیها و به محافظت کردن به نماز، یعنی که به نماز که امر کرده و میگه که احتیاط کنید که امر نماز امر وزنین است، احتیاط کن که نماز ضایع نکنی. و الى الزکات و ادایها، مردم دعوت میکند به زکات دادن و به ادای زکات، یعنی درباره زکات میفهموند و چه خیل دادن، نصابش میگوید، وقت و ساعت همش میفهمد. و الى صوم رمضان، و به روزه ماه رمضان دعوت، یعنی هر یک چیز تدریجا، اول به توحید و بعد به نماز و بعد به زکات و بعد به روزه. و حج البیت مع الاستطاعه، و مردم دعوت میکنند به حج خانه با توانایی، میفهمند که کسی قدرت و توانایی داشته باشد. و الی بر الوالدین، و به نکویی با پدر و مادر دعوت میکند. و صلة الارحام، و به علاقه خویشاوندی. و ترک المعاصی کلها، و به ترک تمام معصیت دعوت میکند. وسید مشتی الرابعه الصبر على الاذى فيه. چهارم یعنی صبر کردن است در تمام آزار و مشکلاتی که در این راه روبرو میشوی. یعنی طبیعی است که وقتی که تو مردم به حق دعوت کردی، اون دعوتی تو حتما یا مخالف نفس اونها می باشد یا مخالف شهوت اونها می باشد. هیچ ممکن نیست که تو دعوتچی باشی و وایها این دعوتچی آمد گفته برای تو چیکار کنند، راه دو طرفش، یعنی که گل کارنو و جایی که تو قدم میمانی گلیم پرتایند. مرحمت گفته، یعنی که البته یک طور یک لقب میمانند، البته طور طعنه میزنند، مسخره میکنن، این یعنی که این عادتی است، نه همه تو را قبول میکنن. بعد چیکار میکنی؟ وای تو را مشت زنه، مشتش نمیزنی، دشنام دیه، دشنامش نمیدی، هم خیلی است، صبر میکنی. برای خاطر می شیخ میفرماید صاحب شرح يصبر على الاذى في هذه الاشياء، یعنی در این چیزها، در تمام آزارها صبر میکند. فقد يحصل للانسان اذى، بعضا برای انسان آزار روی میدهد، بعضا روی میدهد برای انسان چی؟ اذى، اذیت و آزار. قد يتعب من المدعو، بعضا میرنجد، مانده میشود از کسی دعوت شده، او غیره، از دیگرها، وی دعوتش نکرده دیگه جواب و یک کسای پیدا میشن او را معناش میکنن، آزارش میدهم. من اهله او غیرهم، خواه وی از اهل و خیش تبار خودش باشن یا که از بیگانه ها باشن. فالواجب الصبر والاحتساب و احتساب الاجر عند الله، واجب چیه در این حین؟ صبر کردن است و امید ثواب کردن است در نزد الله، یعنی فقط امید ثواب میکنید در پیشگاه الله. فالمؤمن يصبر على ایمانه بالله، مؤمن صبر میکند به ایمانش، به ایمان خود که به الله ایمان دارد صبر میکند. و يصبر على العمل بما اوجب الله عليه، صبر میکند به عمل کردن اون چیزی که الله بالای او واجب قرار داده است. و ترک ما حرم الله علیه، و به ترک آن چیزی که الله بالای او حرام قرار داده است. و یصبر فی الدعوة الى الله، و صبر میکند در دعوت کردن به سوی الله. و التعلیم، و در تعلیم دادن. و الامر بالمعروف، در امری به معروف صبر میکنی. و النهی عن المنکر، و از کارهای منکر منع کردن اندم صبر میکنیم. فلا بد من الصبر فی هذه الامور كلها، یعنی صبر کردن ضرور است در تمام این امور. فالدین كله يحتاج الى صبر، دین تمام اون محتاج به صبر است.
فهمیدی؟ یعنی یک کاری دین آسان باشه، یک کاری دینی دیگر در نظرت مشکل تفتنش ممکن، اما خیلی است صبر میکنی. صبر علی دعوت الله وحده، صبر است دین با دعوت کردنی على دعوت الله وحده، هم خیلی است یعنی با دعوت الله یگانه کردن، یعنی عبادت الله را کردن. و صبر على ان تصلي، یعنی که به نماز خواندن صبر میکنی. و تزکی، و به زکات دادن صبر میکنی. و تصوم، و به روزه گرفتن. و تحج، و به حج کردن. و تأمر بالمعروف، و امر به معروف کردن صبر است. و تنها عن المنکر، و صبر کردن است در منع کردن از کارهای ناجویه. و صبر عن المحارم و السیئات، یعنی خودداری کردن است، صبر کردن است از چیزهای حرام کرده شده و سیئات کارهای گناه. فتحذر من قربها، حذر میکنی از چی؟ از نزدیک شدن اونها حذر میکنی، تحذر. فالانسان اذا لم يصبر، انسان اگر صبر نکند انسان اگر صبر نکند وقع فی ما حرم الله علیه، افتیدنش ممکن در چیزایی که الله بالای و حرام قرار داده است. او ترک ما اوجب الله علیه، یا که ترک کردنش ممکن اون چیزایی که الله بالای و واجب قرار داده است. از پشتی چی؟ از پشتی صبر نکردنش. ولهذا قال الله تعالی لرسوله، برای خاطر همین است که الله حق سبحانه و تعالی برای پیغمبرش میفرماد که فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، صبر بکن چنانه که پیغمبران اولو العزم صبر کردن. یعنی که پیغمبرانی که صاحب عزم و صاحب یعنی که قوت ارادی مستحکم داشتن و یا صبر کردن، تو هم صبر کن. اونها پیغمبران اولو العزم 5 تا می باشند: نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد صلی الله علیه و سلم. فهمیدید؟ یعنی پیغمبران اولو العزم که 5 تا می باشند، خیلی که و یا صبر کردن، تو هم صبر بکن. و الله تعالی می فرماید که واصبر لحکم ربک، به حکم پروردگارت صبر بکن. اما خلاص ای الذي حکم به علیک، اما حکمی که بالای تو قرار داده است و شکر کن، صبر کن به حکم پروردگارت. فانک باعیننا، تو در زیر نظارت ما هستی. وقال تعالی واصبر وما صبرك الا بالله، صبر بکن. به چی صبر کردم؟ یعنی علی ما اصابك من سنوف یعنی هر نمودی آزار و اذیتی که در سر تو میفره صبر بکن. و ما صبرك الا بالله، صبر تو باید فقط برای کی باشد؟ به خاطر الله حق سبحانه و تعالی باشد، یعنی به توفیق الله و به استواری الله باشد. و قال تعالی انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، الله می فرماید که به درستی پره داده می شود، یعنی داده می شود. کرا داده می شود؟ صبر کنندگان را. چی داده می شود؟ اجرهم، اجر و ثوابشان، بغیر حساب، به یگون حساب، یعنی به عدد. چنان بسیار اجر و ثواب میده برای صبر کننده ها که اون اجر و ثوابی الله دادگیر شمار کردن نمیشه. وقال تعالی واصبروا ان الله مع الصابرین، و صبر بکنید، هر آینه الله همراهی صبر کنندگان است. یعنی اصبروا علی طاعت الله، به طاعت الله صبر بکنید، و ترک معصیته، و به ترک معصیته او صبر بکنید. واحذروا مخالفه امره و ارتکاب نهیه، و حذر بکنید، احتیاط بکنید از مخالفت فرمانی الله و از دست زدن چی یا که پایمال کردن منع کرده های الله حق سبحانه و تعالی. و صلی اللهم و سلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.